سلام، چطوری سلام، هستم؟ مرسی. خیلی ممنون. شما خوبین؟ قربونت برم عزیزم، خسته نباشی. مرسی. شما هم همینطور. فرداتون بشم. ممنون. اه، داشتم به عزیزان میگفتم که امروز میخوام در رابطه با کلا یک مختصری از پروسه‌ای که حالا به هر حال کسی که کنجکاو هست میخواد بیاد بدونه و یا اینکه حالا به هر حال اگه دوست داره وارد دوره ترایال بشه ما بتونیم توی 5 تا حالا به هر حال تیتر اینو عنوان بکنیم. من حتما مرحله اول در واقع دادن اسم و آدرس ایمیل هستش که حالا یا دوستان به خود ما میدن، ما ثبت نامشون میکنیم توی وبسایتمون، یا خودشون مستقیما توی وبسایت ثبت نام میکنن. توی این مرحله در واقع اطلاع رسانی ما در 2 مرحله انجام میشه. این مرحله اوله که راجع به اطلاعات کلی و چارچوب کلی بیزینس بهشون اطلاعات داده میشه. اولین ایمیلی که دریافت میکنن یک وبینار رایگان 90 دقیقه، یعنی 1 ساعت و نیم است، به زبان انگلیسی. 2 بار در هفته به صورت لایو برگزار میشه. 1 بار، یعنی اگر هم بخوان تو تایم خودشون ببینن، ضبط شدهش توی لینک ایمیل بعدی هستش. بعد از اینکه این اطلاعات رو به دست آوردن که حالا ما همون وبینار رو به زبان فارسی و خلاصه تر هم ترجمه کردیم، میتونیم برای کسانی که تسلط به زبان انگلیسی ندارن این اطلاعات رو بفرستیم. اینجا به قول شما 30% اطلاعات رو دوستان به دست آوردن. وقتی اگر علاقمند بشن که دیگه کامل بخوان راجع به بیزینس مدل بدونن، ببینید به هر حال هر کسی بخواد بیزینسی رو شروع کنه باید 0 تا 100 رو اول بدونه تا بتونه تصمیم درست رو بگیره، ببینه اصلا مناسبش هست یا نه. میره وارد مرحله دوم میشه. وارد مرحله دوم شدن که همون دوره 30 روزه ترایال یا آزمایشی ما هست. اونجا اطلاعات تخصصی تکمیلی رو دریافت میکنه که دیگه 0 تا 100 که کمپانی اسپانسر ما چیه، در واقع کجاها دفتر نمایندگی داره، این بیزینس مدل ما که 8 اسلایس کامیشنه به چه صورت عمل میکنه، یعنی این اصلا درآمدزایی ما چطور اتفاق میفته، اینکه بسته های در واقع سرمایه گذاری چه بسته هایی هستن و بسته به هر کدوم از این پکیج های سرمایه گذاری شما چه انتظاری میتونید از درآمدزاییتون داشته باشین. تمامی این اطلاعات از طرف خود کمپانی در مرحله دوم برای اون دوستان فرستاده میشه که کامل دیگه اینجا راجع به همه چیز این بیزینس اطلاعات کامل رو دارن. حالا میتونن تصمیم بگیرن که آیا میخوان ادامه بدن، وارد این بیزینس بشن یا نه. که خب توی این مرحله دوم برای اینکه این اطلاعات کامل رو به دست بیارن $149 US پرداخت کردن. این 30 روز زمان دارن که راجبش فکر کنن. به این صورت نیستش که شما تا 30 روز وقت داشته باشین که بخواین مثلا این کار رو انجام بدین. شما 30 روز زمان دارین راجبش فکر کنین. ممکنه توی هفته اول به این نتیجه برسین، ممکنه 2 هفته به خودتون زمان بدین یا 1 ماه زمان بدین به خودتون. این ویدیوهایی که 6 تا هستش و حدودا 2 ساعت زمان شما رو میبره، میتونین بارها و بارها ویدیوها رو ببینین. جایشو متوجه نشدین از منتورتون که بهشون آدرس ایمیلتون رو دادین بپرسین، کامل متوجه بشین که داستان چیه. اگر خواستین بیزینستون رو ادامه بدین که خب اون $149 برای خودتون هزینه میشه، مثل طراحی وبسایت، ایمیل مارکتینگ و آموزش هایی که براتون باز میشه. اما اگر که نخواین خب این بیزینس رو انجام بدین، بگین اصلا مناسب من نیست یا از مدلش خوشم نمیاد، در طی اون 30 روز اعلام بکنین بدون هیچ سوالی کمتر از 24 ساعت $149 به حساب شما برگردونده میشه. حالا کسانی که تصمیمشون رو قطعی میگیرن که میخوان این بیزنس رو شروع کنن، توی این مرحله هستش که شما کوچینگ کال دارین، یعنی با کوچی که براتون در نظر گرفته شده تماس تصویری دارین. کوچ تمام استراتژی ها رو براتون توضیح میده با اعداد و ارقام که اگر شما این بسته سرمایه گذاری رو در واقع با شروع بکنی در اینجای کار هستی و این درآمدزایی رو میتونی انتظار داشته باشی و هر کدومش به هر حال استراتژی مختلف داره. همه رو براتون توضیح میده، شما شرایطتون رو توضیح میدین و اگر سوالی داشته باشین راجبش میپرسین و اون تصمیم قطعیتون رو که اصلا با چه بسته‌ای میخواین وارد این بیزینس بشین رو انتخاب میکنین. حالا قرارداد بین شما و کمپانی اسپانسر بسته میشه و بیزینس آیدی بین‌المللی رو دریافت میکنین. این بیزینس آیدی بین‌المللی به این منظوره که شما در هر جای دنیا میتونین بیزنستون رو انجام بدین، حتی اگر جابجا بشین از شهری به شهر دیگه، کشوری به کشور دیگه، هیچ ممانعتی به وجود نمیاد. حالا که کمپانی در واقع این قرارداد رو با شما بسته دیگه، همه چیزم با اسناد و مدرک، چون یکی از دوستان چند روز پیش به من پیغام داد که ما این پرداختیایی که میکنیم از کجا مطمئن باشیم. تمام این رسیدها به شما ایمیل میشه، همه چیز با شماره در واقع کاستومر نامبر شما هستش. همه چیز خیلی قانونی انجام میشه بین شما و کمپانی اسپانسر 51 سالم. و حالا بعد از این شما دیگه باید بهتون تبریک بگیم که وارد این بیزینس شدین، صاحب بیزینس خودتون هستین. سایت آموزشی برای شما باز میشه.
ما شروع میکنیم به آموزش دیدن در کنار منتور و کوچ. تنها نیستیم، این مسیر رو با هم میریم جلو. هر کسی تو تایم خودش، ممکنه کسی وقتش آزادتر باشه زودتر بره جلو، کسی باشه که کار فول تایم داشته باشه مشغلش زیاد باشه. دیگه تو تایم خودتونه، نه ددلاینی وجود داره نه در واقع عجله‌ای هستش برای این شروع این مسیر. این آموزش ها رو که در 7 پلتفرم روز دنیاست و آنلاین مارکتینگ یعنی دیجیتال مارکتینگ رو شما یاد میگیرین. چون من یه دونه داخل پرانتز بگم، ما محصولی رو نمیفروشیم، ما در بخش آنلاینش هستیم. این کمپانی محصول داره و در بخش آفلاین محصولش به فروش میره، اما ما محصولی رو نه تبلیغ میکنیم نه میفروشیم. ما آنلاین مارکتینگ رو یاد میگیریم که چطور اطلاع رسانی بکنیم در فضای مجازی برای هر کسی که دوست داره درآمد آنلاین داشته باشه. در 7 پلتفرم روز دنیا آموزش ها رو میبینیم کامل، استپ بای استپ، مرحله به مرحله، از 0 تا 100 به زبان ساده در کنار منتور و کوچ. حالا که آموزش ها رو دیدیم، مرحله بعدی شروع میشه که دیگه فعالیت واقعیمون که درآمدزایی از همینجا شروع میشه برامون اتفاق میفته. یعنی حالا که ما آموزش ها رو دیدیم، خودمون شدیم منتور، خودمون تبدیل شدیم به یک دیجیتال مارکتر حالا حرفه‌ای و میتونیم کمک کنیم به کسانی که به واسطه ما وارد این بیزینس میشن، به افراد جدید کمک کنیم. هم حالا اطلاع رسانی میکنیم، هر اطلاعاتی که لازم داشته باشه رو براشون میفرستیم، کمپینای تبلیغاتی ران میکنیم در فضای مجازی، پلتفرم‌های مختلف به انتخاب خودمون، و اینکه آموزش ها رو بهشون کمک میکنیم که همونطور که خودمون یاد گرفتیم اونها هم یاد بگیرن و منتور بیزینس آنلاین بشن. این دیگه از قبل از شروع در واقع بیزینس، در همون نقطه اولی که کسی میخواد بدونه چطور این مراحل پیش میره تا زمان درآمدزایی رو من و عاطفه جون سعی کردیم که در 5 مرحله خلاصه بگیم که هر کسی بدونه در واقع استپ بعدی چیه، تکلیفش برای مرحله بعدی چطوره. دقیقاً. فقط یه چیزی خیلی جامع بود، خیلی خیلی جامع بود. ممنونم هما جان. و اینکه یه چیزی خب حالا خودم حالا میدونم تقریبا جوابشو، ولی اینکه میخوام حالا به حال یه بار دیگه لایو بگیم که حالا به هر حال شاید سوالی سری از عزیزان هم باشه. خب اینا در قبالی که حالا یه سری هستن که بیزینس آیدی رو دریافت میکنن. خب حالا اگر منظورم که تاریخ انقضایی نداره که حالا مثلا یه فردی بگه که من میخوام حالا 1 سال دیگه شروع بکنم، حالا به حال شاید زودتر شاید دیرتر، هیچ مشکلی پیش نمیاد. نه ممبرشیپ داریم، یعنی نه عضویت سالانه و ماهانه و این چیزا. یک بار سرمایه گذاری انجام میشه و شما برای همیشه اون بیزینس آیدی بین‌المللیتون رو دارید. ممکنه یک استراحتی به خودتون بدیم در وسط کار. بعضیا هستن مشکلاتی براشون پیش اومده نتونستن یه تایمی رو فعالیت کنن، یعنی هیچ مانعی نه، دوباره هر زمانی که بخوان برمیگردن و به فعالیتشون ادامه میدن. هیچ چیزی تغییر نمیکنه. اصلا این وسط عاطفه جان شما که در جریان، من از آمریکا برگشتم به کانادا. آره هیچ چیزی تغییر نکرد، چون بیزنس بین‌المللی داریم. شما اصلا ممکنه که حالا ما فارسی زبان ها هستیم، ممکنه که من تو همکارام خیلی دیدم مثلا مشکلات حالا خانوادگی یا اصلا کاری داشتن و 3-4 ماه رفتن ایران و فعالیتشون رو تو ایران انجام دادن. وسط این بیزینس رفتن اونجا، هم حالا دید و بازدیدی بوده، هم کارشون رو انجام دادن. هیچ چیزی نمیخوابه. اون دیگه بستگی به خودتون داره که هر موقع بخواین ادامه بدین، بخواین در واقع هر روزه کار کنین یا بخواین به خودتون استراحت بدین. نه اصلا به این صورت نیستش. خیلی خوب. و اینکه حالا کسی هم که حالا به حال بخواد فقط محصولات رو یعنی پکیج رو داشته باشه، چون به نظر من یعنی هر کسی باید داشته باشه. یه چیزی هستش که تو هر پکیجش، هر آیتم که بخوای در نظر بگیری، چیزهایی هست که واقعا ضروریه، یعنی روزانه استفاده میشه برای همه، حتی برای پت. من برای پاپیای خودم هم بسیاری از محصولات رو استفاده میکنم. و اینکه اینو میخواستم چی بود اصلا سوالم؟ این که اصلا خب حالا به هر حال کسی بگه اصلا من نمیخوام این بیزینس رو انجام بدم، در واقع اینجا چیز رو از دست نداده. اومدن یه هزینه کردن و دقیقاً هر کسی که وارد مرحله ترایال میشه که اطلاعات کامل دیگه به دست میاره، یعنی واقعا دیگه چیزی سوالی براش نمیمونه، یعنی همه چیزو از اول تا آخر متوجه شده که همون مبلغ $149. اگر نخواد بیزینسش رو انجام بده، $149 طی اون 30 روزی که اعلام میکنه بهش کامل برگردونده میشه و هیچ یعنی هیچ ریسک و تعهدی نداره. من همیشه میگم اگر که واقعا دوست دارین که یک بیزینس آنلاین داشته باشین، اطلاعاتو بگیرین و بعد بشینین فکر کنین آیا میخواین یا نه. یعنی نه ترسی داره نه نگرانی داره. اصلا ریسکش هم خیلی پایینه.
و خواستم بگم دو تا عزیزی هنگام جان و شاهین یا شاهین، ببخشید اگه اشتباه اگر میگم. دوستان سوالی دارن آره بپرسن، سوالی داری در اگر نه خدمت ما لایو هستیم. رو تموم کنیم که وقت دوستانم گرفته نشه. آره و اگر هم حالا دقیقا. پیشنهادی داشتن راجع به موضوعات بعدی لایو، سوالی داشتن که بخوام ما راجع بهش صحبت کنیم، خوشحال میشیم که کامنت خوشحال میشیم. بذارن زیر بله پستی که حالا توی صفحمون پست میشه در واقع این لایو. و بله اینکه من و عاطفه جان، من از کلگری کانادا هستم، عاطفه بله جان از کارولینای شمالی آمریکا و بله هر کدوم بالا پایین های این مسیر رو طی کردیم. اگر که دوست دقیقا. داشتین که ما راهنماییتون کنیم، کمکتون کنیم، به همون پیام بدین، در خدمتتون هستیم و اطلاع رسانی کامل رو یعنی انجام میدیم تا بتونین 100%. تشخیص ساعتتون بگیریم. 100%. خب مرسی هما جان از توضیحات خیلی خیلی مرسی از خوبه و شما. انشالله تا سه‌شنبه آینده. در انشالله پناه خیلی خدا. ممنون، مرسی عزیزم. قربانت، ممنونم. خدا نگهدار. خدا.